سلام خدمت شما تمام دوستان. چیکار کنیم که باتریمون پایین نیاد؟ این راهکارا رو انجام بدید، حتما باتریتون هیچ وقت پایین نمیاد. یک، گزینه ستینگ میرید، تو بخش جنرال بک‌گراند اپ رفرش، اگر این گزینه آف بود یعنی باتریتون پایین نمیاد، اگر آن بود از همه برنامه استفاده میشه، روی سی پی یو فشار میاد. بعد تو بخش باتری میاد، اگر لو پاور مود فعال بود گزینه زرد میشه، باید اینو غیر فعال کنیم، فشار زیاد میاد. از حالت دارک استفاده بگیرید، اگر اینجوری باشه شارژ زیادی هم استفاده میکنه، صدمه زیادی هم رو باتری میزنه، پس باید رو حالت دارک. تو بخش باتری دوباره میریم، تو بخش باتری هلتینگ چارجینگ، اگر این گزینه فعال بود شب تا صبح هم بزنید باتری مشکل نمیشه، یعنی مشکل دار نمیشه. اگر این غیر فعال بود شب تا صبح بزنی باتری خراب میشه. نکات آخر، باتری رو حتما شب تا صبح نزنید، از 80% به بالا نکنید، از 20% به پایین نکنید. لطفا کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید. ممنون میشم.